آقا محمد خان قاجار بنیانگذار سلسله قاجار بود. او پس از چند دهه جنگ داخلی و بی‌ثباتی در ایران تلاش کرد قدرت مرکزی را به شکل قاطع کننده بازگرداند و کشور را متحد کند. او به شدت برای تثبیت سلطنت و ایجاد نظم از خشونت علیه مخالفان استفاده کرد. برای نمونه میتوان ماجرای سال 1190 هجری قمری در کرمان را به یاد آورد. آقا محمد خان به کرمان لشکرکشی کرد. دلیل اصلی آن مقاومت سرسختانه حکمران محلی و برخی از مردم کرمان در برابر سلطنت وی بود. به علاوه آنها به لطفعلی خان زند پناه داده بودند. بر این باور بودند که شاه واقعی وی است. به همین سبب روایت تاریخی میگوید که پس از تصرف کرمان او دستور داد تا تعداد زیادی از مردمان شهر کور شوند. برخی از منابع میگویند حدود 20,000 نفر از مردمان کرمان کور شدند. هدف او از این اقدام ایجاد ترس و جلوگیری از شورش‌های آینده بود و می‌خواست تا دیگر شهرها بدانند که آقا محمد خان قاجار قدرتمند است، بترسند و از مخالفت با او پرهیز کنند. از پیامدهای این واقعه میتوان به این اشاره کرد که کرمان به شدت آسیب دید و دچار کاهش جمعیت شدیدی شد. به علاوه که این واقعه به عنوان یکی از اقدامات خشونتبار و بیرحمانه آقا محمد خان قاجار در تاریخ ایران ثبت شده است. همچنین نام او با شدت حکومت و بیرحمی در تاریخ مشهور شد. هرچند برخی اقدامات او باعث تثبیت سلطنت و ایجاد امنیت نسبی در ایران شد، اما چنین حرکات خشمگینانه‌ای نمونه‌ای از حکومت‌های متمرکز با روش‌های خشونت‌آمیز است که در تاریخ بسیاری از کشورها رخ داده است. در ادامه اگر بخواهیم ماجرای کرمان را گسترده‌تر نشان دهیم، باید یادآوری کنیم که آقا محمد خان قاجار از کودکی نسبت به لطفعلی خان زند و کریم خان زند حس نفرت و تنفر داشته است. به همین سبب این پیشبینی رو باید انجام میدادند که چنین اتفاق و واقعه‌ای رخ بدهد.